پیش از سر کردن ویدیومان یک کانالی بهترین کدمانو تیجه یا خواهر اسلامیمان را برای شما توصیه می‌کنم. بهت کانالی خوب پخت و بازهای عجایب با لذت و کم خرج دارند. مرحمت در آمده آبونه شوید، پادپیساتسیا کنید، لایک ماندن را فراموش نکنید. حتما با دستگیری شما ما زنهای تاجیک پیش میریم. مانا نگاه کنید، کانالی خوب مانا کمتر مانده است که خیلی برای مانیتیزاسیشان حتما با دستگیری شما انشالله این خواهر اسلامی مایم کانالشان پیوست میشد. مانا نگاه کنید چه خیلی ویدیوهای خوشرو، همش مهنت برای شما دوستان. مانا مرحمت در آمده آبونه شدن را فراموش نکنید. سلام دوستان، خوش آمدید به کانالی پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نوع پیراگ با کارتوشکا و گوشت برای ابید تیار میکنیم. بیاد آسان تیار کنیش. محصولات بسیار هم لازم نیه. محصولات لازمه برای ما کفیر گرفتم 150 میلی لیتر، 150 میلی لیتر روغن رستنی، 400-500 گرم آرد، نیم قاشقچه دراج و یک قاشق نمک لازم است. میتونید جای کفیر به سمیتانه یا که مایونز استفاده برید. بیاد خمیرش ملایم بیاد، برای همین من کفیر گرفتم. میتونید جای روغن رستنی به مسکه هم استفاده برید. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. ما در اول نمک دراج میگیریم. دراج برای کمتر ملایم کردن خمیر ما انداختم. میتونید ساده هم استفاده برید. کفیر ما در حرارت خانه باشد، سخت خنک نباشد. روغن رستنیه همیشه خوشرو آمیخته میکنیم. من محصولاتمو خوشرو آمیخته میکنیم. کو آرده همراه کرده سخت تکه خمیر تیار میکنیم. من باید خمیری ما اینطور سخت تکه تیار شود. میتونید 1-2 ساعت خالدیلنیک به نگاه دارید. خیلی تیار کنیم نچینکاش خالدیلنیک به میمانیم. خمیرش مرتکی نظمه، یعنی خوشخور میبید ریزانه. من برای داخلی پیراکی ما چی لازم؟ کارتوشکا، من 4 لکه ریزه کردم، پیاز، گوشت، نمک، من پریپراوا با مقدار عالی خود خیلی معین میکنیم مقدارش. این محصولات برای داخلش لازم است. من گوشت هم رو میکنیم، پریپراوا، نمک، همیشه خوشرو آمیخته میکنیم. من فرشی ما هم تیار شد. اکو ما خمیرشه میکشویم. من یک قسمی مایده تر کلانتر با کلانتر میگیم. تگش ما بینش روشه آرام میتیم. من بس یک قسم تقسیم کردیم. در 15 دقیقه نگاه میداریم. بعد کشاده فرشه میکنیم. من خوشرو خمیر تونو کرم لیسته. من اکنون فرشه میگیریم. فرشه تیار کردگی امایه خوشرو تونو میکنیم. من فرشه خوشرو گرفتیم. بالی یکم قبط خمیر ما با دویم قبطش گرفته. خوشرو تونکره بالی فرش با میپاشیم. من دویم قبطش پاشیده خوشرو محکم میکنیم. من سیوم قسمی خمیرمان را به 2 قسمی برابر تقسیم کردیم. من کمتر روغن مالیدم. خوشرو تونوگ میکنیم. در ازاکچه شکل تونوگ میکنیم. خوشرو در ازاکچه شکل تونوگ کرد. میتونید کارتکی یا که من این گونه قالب کتی ریزه کنید. کارتکی کنیده میشه. من از یک قسمشه من قالب که میکنم. سخت زیر کده من کشاو میکنیم. خوشرو بورد. من اینطور میکشاییم. سیتکی ما باید اینطور شود. جاهای نبریدگیشه میتونید کارتقتی جدا کنید.
لیهم قسمش هم میبریم. اگر خواهید کارت قطی کنید، من کارت قطی این طور کرده من ریزه کنید کشایید که من همه سیتکه میشه. من برای یخیل آمدنش قالق قطی ریزه میکنم. همین طور ریزه میکنیم. هم یک شویم چه سیتکه خشرومی بیاد. جاهای نبریده که کارت قطعی میبریم. یک قسمش رو پاشیدم، من یک قسمی دیگرش برم. من همین طور من این سیتکی کرگی آمده شروع میپاشیم. باید این طور شده. نکنم شروع زردی تخم مرغ بیاد پیراکی سیرریز نه باز هم برای زیبا شدنش کمتر کنجدو 30 دانه میپاشیم رو. با مدت 30-35 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذاریم. من چگونه میبینید پیراکی ما هم تیار شد. نگاه کنید چه شروع پخت. اکو در نشر ریزه کریم بینیم چه تیار شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید خمیرش چه ملایمه جای داده است. من درونی پیراکی ما چه آمده است. نگاه کنید خمیرش ملایمی جای باد. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.